یه شب رفتم آبربانک پول بگیرم، دکمه دریافت که زدم عکس یه قبر رو صفحه نشون داد. فرداش رفتم به رئیس بانک گفتم این چه وضعشه؟ دکمه دریافت پولو که میزنم عکس قبر میاره. رئیس بانک گفت منظور آبربانک اینه که وقتی پول تو حسابت نیست از سر قبر بابات بیارم؟ هیچی، خلاصه حسابی ضایع شدم، طوری که دلم میخواست زمین دهن باز کنم و برم توش. اما من با تنابتا نمیرم تو چاناکس. کنایه میزنی که عظما ارزه نداشت از تو صندوقا چیزی غیر از قبر در بیاره. بعدم میخوام من یه حرفی بزنم، ولی من خب به جاش یه چیزی یادت میدم این وسط. تو میتونی با به کار بردن عبارت ناراحت نشیا ولی اول هر جمله هر چی که دلت خواست بار طرف مقابل بکنی. مثال: مجری عزیز ناراحت نشیا ولی 2000 مجریگری برای نیستی ناکس. مهمون دعوت میکنن که عزت و احترامش بکنن، 4 تا قربون صدقش میرن، تازه عیدم داره میاد. انگار نه انگار که کوه مرام و دریای معرفت نشسته اینجا. ناکس قبلا یه آقای دکتر بزن بهادر میگفتی هم دهن خودت آب میافتاد هم دهن بقیه را آب مینداختی. روشنه هی فندک بکشم. نصف شوخی بود بیشترش جدی بود. دکتر بزن بهادر ناراحت نشینا، ولی تو نظامی که ریاست محترم جمهورش با مقام عظمای محترم و مقتدرش اینطوری گلاب میزنن به سر تا پای هم دیگه، چه انتظار نابجاییه که از من دارین؟ روشن یا پرده رو بزنم کنار. مجری عزیز ناراحت نشیا، مجری عزیز من ناراحت نشیا، ولی تو دوران پسا برجام خیلی رود زیاد شده. ناکس پشم و پیلی مقام عظما ریخته، نه دکتر بزن بهادر. آیه دکتر من نفهمیدم برای چی داریم دعوا میکنیم، آخر برنامه که نیست. برم سر سوالات. آیه دکتر سبزعلی رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام حالیش نیست که نظام با این جام زهر و انتخابات بعدش رسیده لب پرتگاه و بانک مقام عظما زده شده؟ یه حرفای سر جنگ جهانی سوم تو منطقه میزنه، حالیش نیست یا خودش زده به نفهمی؟ مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که دزد مسلط تو بانک سلا رو کشید داد زد همه بخوابن. یه مشنگی عین همین سبزلی گفت چشم خوابیدم، فقط منو ساعت 3 بیدار بکن که قرصامو بخورم. روشن شد یا ساعت 3 بیدارت کنم؟ ناکس پای من میخنده. دکتر شمخانی یه ایمیل فرستاده و پرسیده چرا حاجی روحانی ادامه تحریما رو میندازه گردن مقام عظما؟ مگه گردن مقام عظما جای انداختن هر خرابکاریه؟ اول حساب شمخانی برسم یا حساب تو رو که سوال این مشنگو واسه من میخونی؟ دکتر این 10 نامه و ایمیل داده، بعد از سالها من یکیشو خوندم. آدم حسابش کنه یه جوابی بهش بدین حیوانکی. جواب ندادنم خودش یه جوابه. مشنگه میگفت یه مقاله خوندم که هر آدمی ماهی 8 بار در موقعیتی قرار بگیره که تشویقش بکنن. از رو همین موضوع نتیجه گرفتم که من آدم نیستم. دکتر حاجی روحانی گفت که ما نیاز به برجام 2 داریم تو داخل نظام. توی برجام یک نظام یه چیزایی داد که یه چیزی بگیره، ولی توی نظام از کی میخواد چیزی بگیره این حاجی روحانی؟ تو خودت الان گفتی که بقیه تحریما رو انداخته گردن عظما، یه چیزایی داد درسته، ولی چی گرفت اینجا رو؟ مرحوم ابوی همیشه میفهمودن بزن بهادر. از کردم بله، میفهمودن که مشنگه از مغازه اومد بیرون خوشحال قش قش میخندید. گفتن چی شده؟ گفت هیچی، همشونو گذاشتم سر کار، پول دادم هیچی نخریدم. روشن شد یا بذارم دنده 2 یه هول کوچیک تا روشن شی؟ بذار دنده 2 یه هول کوچیک تا روشن شم. حاجی روحانی خجالت نمیکشی با اون ظریف مشنگت جلو خارجی ها من میکنی، به مقام عظما که میرسی شاخ شدی و من میکنی؟ به به چشم مقام عظما روشن با این رئیس جمهورش. ولی آیه دکتر زبونم لال قدرت و اقتدار مقام عظما که هنوز ته نکشیده، درسته؟ زیاد اقتدار نکنی وسط. اقتدارش انقدر نمونده که بتونه ازش خرج کنه. مرحوم ابوی همیشه میفرمودن بزن بهادر. عرض میکردم بله، میفرمودن که مشنگه گفت انقدر پول دارم که میتونم بقیه عمرمو راحت زندگی بکنم، البته به شرط اینکه حداکثر تا پس فردا بمیرم. روشن شد یه همچی بذارم که تا پس فردا یه چیزایی بشه این وسط. توی بدن انسان 2 تا عضو هستن که اگه نداشته باشی هر کدومشو هیچ کاری پیش نمیره، دل و دماغ.
هر کی با ما در افتاد اتفاق خاصی نیفتاد. من توانم تو همین حده. مظلومم، خیلی مظلوم. حالا تو بگو. من میگم اما من چیزی بهت نمیگم. من فقط روشنت میکنم، فهمیدی؟ میخوام روشنت بکنم دست نگه دار تو برات بگم این مسبوق به سابقه است. یه بار قاچاقی رفتم سینما فیلم هندی. موقع برگشتن بابام گرفتم، دست رو برد بالا که بزنه. من که هنوز تو فاز فیلم هندی بودم گفتم بزن یادم نره که سایه بابا رو سرمه. بزن تنین درد و از دست سنگین تو تمام وجودم حس کنم. هنوز جملم تموم نشده بود نامد آنچنان خوابون تو گوشم که برق از چشمام پرید. دیگه فیلم هندی نرفتم و نمیرم. حالا بذار تاریخ تکرار بشه. بزن نمیذارم تا تو خماریش بمونی، نمیذارم تا دلت بسوزه. تو هم میشه منو مثل مقام عضو تو خماری میکنی. خدات بخوای که مثل والا به خدا این دنبال مرد تقریب